در هفته پایانی ماه اکتبر بودیم. هوا آخر شب دیگه سرد شده بود و همه کاپشن و کلاه پوشیده بودن. بعضی از مردم در حال خریدن وسایل شب هالووین بودن و اونایی هم که وسایل خریده بودن مشغول تزیین خونه و محیط سبز خارج از خونهشون بودن. همه شاد بودن و سرشون به کار خودشون گرم بود و زیاد به دور و اطرافشون توجه نمی‌کردن. همه با هم دنبال لحظاتی شاد و سرگرم کننده می‌گشتن. مثل هر زمان دیگه یک سری از اپلیکیشن‌ها مسابقه و بازیایی رو برای هالووین آماده کرده بودن که با طی یک سری از مراحل و کسب امتیازهای تعیین شده شما میتونستین به یک رستوران طرف قرارداد برین و از تخفیفی که بابت جایزه در بازی بردین استفاده بکنین. خب اکثر بازی‌ها راحت و وسوسه برانگیز بود. اینطوری بود که اکثر خانواده‌ها رو درگیر خودش کرد. یکی از خانواده‌هایی که به این بازی جذب شده بود خانواده اسمیت بود. آنها دو فرزند جوان داشتند به نام‌های جین و لیلا. این دو بچه با هیجان و شور و شوق زیادی وارد بازی شدن، اما نمیدونستن که این ورودشون به بازی آغاز یک کابوس اعتیادآور برای خودشون و خانوادهشونه. مثل تمام بازی‌ها برای ثبت اکانت و تایید جوایز هر مرحله نیاز بود که یک سری از اطلاعات رو وارد بازی بکنن. این اطلاعات شامل آدرس ایمیل، شماره تلفن، کد منطقه، اسم و فامیل بود. یکی از قسمت‌هایی که باعث می‌شد شما امتیاز راحتی به دست بیارین لینک دعوت دوستان بود. هر کسی با لینک شما وارد اون بازی میشد امتیاز قابل توجهی به حساب شما واریز میشد. این بازی به مدت یک هفته اکثر خانواده‌ها رو به خودش مشغول کرده بود و اینجوری پیش میرفت که هر روزی که به 31 اکتبر نزدیک میشد مراحل بازی هم سخت‌تر میشد. 31 اکتبر شب هالووین مسیجی روی گوشی اسمیت بالا اومد که بازی رو شروع کن. اسمیت پیش خودش گفت که من این بازی رو یک هفته شروع کردم. نکنه امتیازام پریده. بذار کلیک کنم ببینم چی پیش میاد. وقتی کلیک میکنه روی اون لینک میبینه که یک سری از عکسای خودش، ماریا و بچه‌هاش به صورت خیلی عجیب و وحشتناکی در حال نمایش دادنه. اسمیت نمیدونست چی کار باید بکنه. هنوز تو شوک بود که صدای آژیر پلیس و نور آبی قرمز ماشین‌ها محیط خونه رو پر کرده بود. عکس‌ها نشون میداد که اسمیت از بچه‌ها سوء استفاده میکنه و استفاده از الکل برای بچه‌ها آزاده و این خانواده از لحاظ اخلاقی به شدت دچار مشکلی شده. اسمیت همینطور که خشکش زده بود صدای پلیس رو پشت در شنید که با جدیت کامل به اسمیت میگفتن در رو باز کن. ماریا وقتی که گوشی رو از اسمیت میگیره و عکس‌ها رو میبینه فقط میتونه به اسمیت خیره بشه. هیچ کاری نمیتونستم بکنم. انگار واقعا تو اون دنیا نبودم. پلیس به زور در رو باز میکنه، وارد خونه میشه، با دستبند و کلی سر صدا اسمیت و ماریا رو میبره و گروهی از افراد پلیس اونجا میمونن تا بچه‌ها رو به سازمان‌های مربوطه ببرن. اسمیت و ماریا نمیدونستن که برای چی بازداشت شدن و چرا دارن بچه‌ها رو از اونا جدا میکنن. اما کاری هم نمیتونستن بکنن چون واقعا شوک شده بودن. اسمیت آدمی نبود که پلیس بخواد اونطوری ببرتش. دکتر دندونپزشکی بود که کل محل میشناخت. هم از نظر مالی هم از نظر اجتماعی در سطح کاملا بالایی بود. واقعا داشت تو اون محل چی میگذشت. نادیا کاجی 18 ساله مدتها درگیر مشکلات افسردگی و مواد بود. نادیا چند سالی بود که درگیر مواد شده بود و اوضاع خوبی رو نمیگذروند. یکی از دوستاش بهش پیشنهاد داد که از دارک وب میتونی مواد بهتر و ارزونتر گیر بیاری. نادیا هم پیشنهادش رو قبول کرد و وارد محیط دارک وب شد و اوایل هم بر وفق مرادش بود تا اینکه در یکی از فروم‌ها با شخصی آشنا میشه که اونم ادعا میکنه مشکل مشابه نادیا رو داره. اینها مدت‌ها با همدیگه در مسنجرهای مختلف چت میکنن و اعتقاد داشتن که همونطور که در دارک وب پنهان هستن در محیط بیرون هم پنهان بمونن. اینطوری به امنیت خودشون هم کمک کردن. اوضاع تا جایی میره جلو که نادیا میبینه بدون این فرد نمیتونه به زندگی ادامه بده و کاملا به این فرد عادت کرده. طرف مقابل وقتی که دید نادیا بهش وابسته شده و عملا هر چی بگه گوش میکنه کم کم مواد مخدر و داروهای نادیا رو عوض کرد. دوز مصرفشون هم بالا برد. شب هالووین زمانی که همسایه‌ها طبق رسم در خونه نادیا رو زدن دیدن که کسی جواب نمیده. پیش خودشون گفتن خب حتما نشه کرده و بیخیالش شدن. اما یکی دو روز بعد یکی از دوستای نادیا میاد و در خونه رو میزنه. میبینه که کسی جواب نمیده. از همسایه‌ها میپرسه که از نادیا خبری دارید یا نه و اونا میگن که نه، ما چند روز پیش هم که برای هالووین رفتیم در خونه‌شو زدیم کسی جواب نداد.
دوست نادیا نگرانش میشه چون از اوضاع اون خبر داشت. به زور وارد خونه میشه و نادیا رو بیهوش روی تخت پیدا میکنه در حالی که کلی قرص دور و برش ریخته شده. سریعا به پلیس و آمبولانس زنگ میزنن و وقتی که آمبولانس میرسه دکتر میگه که تقریبا 2 روزی هستش که نادیا مرده. در آزمایش و پزشکی قانونی اعلام میکنن که مواد مخدر و مصرف بیش از حد قرص برای تسکین درد دندان باعث شده که بدن نادیا واکنش نشون بده و ایست قلبی کنه. با پیگیری نسخه داروخونه متوجه میشن که دکتر نادیا اسمیت همون دندون پزشکیه که چند روز پیش در شب هالووین دستگیر شده. پلیس در بررسی‌های حساب بانکی و زندگی نادیا می‌بینه که در طی روزهای 31 اکتبر و 1 نوامبر از حساب اسمیت به حساب نادیا 2 بار پول واریز شده. نادیا هم با مراجعه به بانک اون پول رو گرفته و خارج شده. اما پلیس میدونست 31 اکتبر روزیه که نادیا مرده و عملا نمیتونسته که فرداش بره بانک و پول رو دریافت بکنه. تحقیقات رو روی این مورد پیش میبرن و میبینن که شخص دیگه‌ای با مدرک نادیا و اصرار بر این که نادیا مریضه و خودش نمیتونه بیاد بانک، من جاش اومدم، مدارک رو تحویل داده، پول رو گرفته و رفته. پلیس همین مدرکی که ثابت بکنه اسمیت اونی نیستش که نشون میده رو داشت و از طرفی هم میدونست که یک جای کار مشکوکه و قرار نیست همه چی انقدر دقیق جلو رفته باشه. تمامی مدارک همه چیز ثابت میکرد که اسمیت مقصر اصلی این پرونده است. چند وقتی از این موضوع میگذره. کارگاهان امنیتی و CHFI یعنی همون پزشکی قانونی کامپیوتر گزارشی رو برای رئیس پرونده تهیه و ارسال میکنن که با هم دیگه این گزارش رو میخونیم. طی بررسی انجام شده از گوشی اسمیت متوجه اپلیکیشنی شدیم که با گرفتن انواع دسترسی‌ها اطلاعات رو برای سروری نامعلوم ارسال می‌کرده. در این اپلیکیشن و در بین کدها امضای آدام بلک‌وود مداوم تکرار شده و نشان میده که این اپ توسط این شخص طراحی شده. کاربر با کلیک روی لینک‌های بازی دسترسی بیشتری به هکر میداده که اجازه عکس و فیلمبرداری غیرمجاز رو برای او آسان میکرده. همچنین با بررسی ایمیل های اسمیت متوجه شدیم که هیچ گونه ارتباطی بین او و نادیا وجود نداشته و نسخه دارویی موجود در خانه نادیا با اسم و امضای اسمیت فیک و تقلبی میباشد.